پیر مرد سقا در خانه ابوالفضل سقایی میکرد، مشک و آب میکرد، به عشق ابوالفضل آب میداد به نوکرای ابوالفضل. بچه مریض شد، 1 سال از این دکتر به اون دکتر، همه دست رد به سینه‌اش زدن، گفتن بچه دیگه خوب نمیشه. ای خستگان از دوا و دکتر. بچه رو آورد تو خونه، روز به روز نحیفتر، لاغرتر، ضعیفتر. همه دکتران جوابش کردن، سر تو بستر افتاده. یه نگاه به باباش کرد، گفت بابا مگه تو سقای ابوالفضل نیستی؟ مگه تو یه عمری در خونه ابوالفضل نوکری نکردی؟ گفت چرا؟ گفت چند هفته دیگه محرمه، باید مشک پر از آب کنی به نوکرای عباس آب بدی. تو که نوکر ابوالفضلی شفای منو بگی. ای جانم، ای جانم، یه دل شکسته امشب برای هممون بسته. آی مادری که ناله داری، آی پیر مرد، آی محاسن سوید، آی جوانی که گریه داری، به یاد هر کی داری گریه میکنی بگو ابوالفضل. پیر مرده با خودش تمام کرد اگه بچه شفا نگیره هیئت که میاد مشک و جلو هیئت پاره کنه، دیگه سقایی نکنه. محرم رسید بچه شفا نگرفت، تاسوعا یه موقع پیر مرد مشک آورد جلو هیئت، زد زمین، گفت من دیگه برای ابوالفضل سقایی نمی‌کنم. من دیگه برای ابوالفضل نوکری نمی‌کنم. سقای هیئت چرا این کارو کرد؟ گفت یه عمر نوکری میکنم، گفتم بچه‌مو شفا بده، داره از دست میره. سر گذاشت به بیابون، هیئت زنجیر زنا اومدن، روزه خوندن، گریه کرد، مردم جمع شدن. گفت بچه از دنیا رفته. یه موقع دید یه بچه داره جمعیت رو کنار میزنه، بابا من ابوالفضل شفا داده. آی جانم، آی جانم، آی جانم، صدا تو آزاد کن. میخوام یه جمله بگم اگه توی زیر این آسمان ره به جایی نداری. میگه بچه رو بغل کرد، عزیز دلم تو همونی که تو بستر بودی چی شده داری میدوی؟ شفا گرفتی؟ گفت بابا هیئت اومد تو حیات خانه، سینه زدن، زنجیر زدن، گریه کردن، همه رفتن، من خوابم بود. یه موقع دیدم یه آقایی بالا سرم هی میگه بلند شو، مریضم. گفت من بهت میگم بلند شو. گفتم آقا من تو بستر افتادم نمیتونم. میگه با عطاب به من گفت من بهت میگم بلند شو. گفتم آقا شما کی هستی؟ صدا زد من همون آقاییم که بابات برا من سقایی میکنه، من ابوالفضلم. آی تویی که تو از اول تعزیه دلت نشکست. گفتم و ادامه تعزیه. این پسر یه نگاهی تو صورت باباش کرد، گفت بابا عباس یه پیغام برات داده. چه پیغامی؟ گفت سلام منو به بابات برسون، بگو دیگه مشک جلو هیئت زمین نزنه. من یه بار کربلا خجالت کشیدم، امشبم تو بگو من خجالت میکشم ابوالفضل. بریم تو تعزیه. حالا برو دست به دامن این عباسی باش که خودش ناامید شد، گفت هر کی بیاد در خونم ناامیدش نمیکنم. آی عباس اگر مادر نداری مادرت من،
گریه نکن عباس، ناله نکن عباس. خواهر طاقت نداره اشک چشم برادر ببینه. خواهر ببینه داداش گریه میکنه میمیره. آی اگر یاور نداری یاورت من، بیا تا من به جای مادرت. آی عباس عباس گذار